یاد از روزگاری شیرین با کارمندی شایسته تاجیکستان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، کارشناس، صاحب زیاده از 10 اثر مکمل، چورابک مومین. روزهای نزدیک در این سایت شکل پوره برنامه یاد از روزگار شیرین منظور شما می‌گردد. بیش از 53 سال شد که من در همین اداره نشریه نام پیروان کار میکنم. من از صنف هشتمین نوشتگیم و خودم گفتگیم که بسیار مینویسند در دوره زنک‌ها، خط قلم ادا شد در دوره زنک‌ها. دیگه کتابخانه‌های الکترونیکی نه همه هست. ما از چورابک مومین به نهایت همچون استادی زبردست بینداریم. تمام زندگی را با زیادگویی‌هاش او مثلا در کار ایجادیش وصف میکنه. ما کارمندان کتابخانه همه وقت کتاب‌های تازه نشر استاد معرفی میکنیم و با مردم پیشکش مینماییم.